He's not breathing? Oh, shit. Hope I didn't kill him. I'm gonna go put him out of their misery. But she is dead. این ویدیو صرفاً جهت آگاهی و تحلیل رویدادهای پلیسیه. نمایش این ویدیو به معنی تایید خشونت یا اقدامات غیرقانونی نیست. این لحظات غم انگیزیه که پلیس ها وقتی به کسی آسیب زدن احساس خوشحالی میکنن. بیاین با بدترین پلیس شروع کنیم. پلیس ها وقتی داشتن کسی که کمک لازم داشت رو میکشتن میخندیدن و شوخی میکردن. اینجا با تونی تیمپا آشنا میشید، پسری که بعد از مصرف مواد غیرقانونی و روبرو شدن با عوارضش از پلیس کمک خواست. علاوه بر این اسکیزوفرنی هم داشت و داروهاش رو مصرف نکرده بود. شرایط بحرانی بود و اون فوراً به کمک پزشکی نیاز داشت. افسرها تونی رو مهار میکنن و دستبند بهش میزنن چون فکر میکردن که آدم خطرناکیه. اما یکی از افسرها پا رو فراتر میذاره و زانوشو با وزن کل بدنش روی کمر تونی فشار میده و این کار رو بیشتر از 15 دقیقه ادامه میده. اونها منتظر اومدن امدادگرها موندن ولی تونی رو توی این وضعیت نگه میدارن تا جایی که دیگه نفس نمیکشه. Tony! Is he asleep? He's snoring, that's what it was. Shit, I was squirming, I might have been sleeping too. افسرها فکر کردن تونی خوابیده یا خودش رو به خواب زده ولی این بزرگترین اشتباه کارنامه کاریشون شد. Tony! Tony! Start to school! First day, you can't be late. Tony. You put your new shoes for the first day of school. Come on. Is he knocked out or isn't dead, is he? No. Oh, okay. He didn't just die down there, did he? Is he breathing? Hope I didn't kill him. He's not breathing? Nope. Oh, shit. I'll put on some gloves for his chest concussions. Fuck. He ain't breathing. تونی در نهایت از دست رفت. با وجود اینکه پلیس ها بیشتر از 10 دقیقه تلاش میکنن تا احیاش کنن اما متاسفانه راه برگشتی در کار نبود. هیچ کدوم از افسرها بازداشت یا متهم نشدن. البته چون مسئولیت قانونی داشتن. تو گزینه بعدی یکی از بیرحمانه ترین رفتارهای پلیس توسط دوربین‌های بدنی و دوربین‌های مداربسته ضبط میشه. در 26 ژانویه 2020 کارکنان والمارت با پلیس تماس گرفتن چون یک زن سعی کرده بود که بدون پرداخت پول از فروشگاه خارج بشه. اما نکته عجیب این ماجرا اینه که اون مشتری یک زن 73 ساله به نام کارن بود که زوال عقل و اختلال حسی داشت. اصلا نمیتونست با بقیه ارتباط بگیره و حتی چیزی رو از محیط متوجه بشه. اگرچه کارکنان والمارت جنسای $13 رو ازش پس گرفته بودن ولی رفتار پلیس باهاش خیلی عجیب و خشونت‌آمیز بود. Stop. You just left Walmart. Do you need to be arrested right now? Let's stop. Come on. Come on. I'm going home. No, on the ground. Stay on the ground. On the ground. Quit! Are you finished? I'm going home. Just on the ground. On the ground. On the ground. بعضی از رهگذرا به این رفتار اعتراض میکنن ولی پلیسا بهشون گفتن که دخالت نکنین. کارن بازداشت میشه و رفتار بد پلیسا همچنان ادامه پیدا میکنه. حتی به وضعیت ضعیف اون میخندن. در یک ماجرای دیگه پلیس به یک زن 70 ساله‌ای برخورد میکنه که دستشوی یک فروشگاه رو قفل کرده و بیرون نمیاد. اون زن دچار بحران روانی شدید بود. Hey, call police. So, you open the door, we're gonna have to bust it down, okay? Why would you do that?
افسری که اول باهاش صحبت میکرد سعی داشت که درگیری رو کم کنه، ولی در نهایت خشونت زیادی به ماجرا اضافه میشه. این چیزی بود که افسر زن وقتی به محل حادثه رسید در ذهنش داشت. Okay, well, Donna, they want you to leave, so I'm gonna need you to come out, okay? The property owners want you to leave. They said that you're banned, so if you come out and leave, because you won't come out of the bathroom. They said you've been here for 4 hours. Yeah, you've been here since 11, so either you leave on your own. I know, right? Quit spraying the door! Quit spraying the door! No, you come out and leave. Get away from it! Get away from it! Get away from it! I love my job. You guys are gonna need new air freshener. I hope you don't mind. Okay, it's unlocked. I can feel like the tension from her hand just holding it. Yeah, when she read that one time, because I want you to leave, and I gave you the chance. You come out on your own, or you go to jail. I don't know who Chris is, and I don't care who Chris is. Is Chris the manager here? لونا بالاخره گفت که فقط در صورتی میره که کریسی مدیر فروشگاه شخصاً بهش بگه. متاسفانه کریسی eونجا نبود، پس باهاش تماس تلفنی برقرار میکنن. Listen, Chrissy's on the phone. All right, Chrissy, go ahead and tell her. You need to go ahead and leave the premises, and we're going to prohibit you from coming back. لونا باور نمیکنه که پشت خط کریسی باشه. بعد مشخص میشه که اون توی حموم یک قوطی اسپری و یه فندک داره و افسرها فکر کردن که میخواد باهاش دستشویی رو با آتیش بکشه. بالاخره مجبور میشن که راه حل دیگه ای امتحان کنن. Let's try it again. 3, 2, 1, open the door and come out. That would have convinced me. I know, right? If someone would have told me 3, 2, 1, open the door, I would have came out. Okay, perfect. You ready? I'm not kicking. Yep. Oh! Sit down. I said sit down. Sit down. I will. وقتی فیلم بازداشت منتشر میشه با واکنش‌های خشمگین زیادی در سطح جامعه روبرو میشه. اگرچه دپارتمان پلیس رفتار این افسر رو به شدت غیر حرفه‌ای توصیف کرد، اما هیچ اقدامی علیه این پلیس انجام نشد. افسران بعدی از شلیک کردن به سگ‌ها لذت بردن و به کارشون هم افتخار کردن. در 2 مارس 2024 افسران کلانتری شهرستان بنتون برای رسیدگی به شکایت از 3 سگ که در محل پرسه می‌زدن و پارس می‌کردن اعزام شدند. یکی از تماسگیرنده‌ها گزارش داد که سگ‌ها اطراف ماشینش جمع شدن و نمی‌ذارن که از ماشین پیاده بشه. چون کنترل حیوانات به تماس پاسخ نداده، افسران پلیس جایگزین شدند. So I think now they're trying to get back because there's 2 dogs. I think they're trying to get into that. I'm sure there's somebody who's here having all 3 of them, but. افسرانی که قصد داشتن صرفاً برای سرگرمی سگ‌ها رو بکشن، از اولش هم به دنبال بهونه‌ای برای توجیه اقدامات خودشون بودن. اونها سگ‌ها رو به تهاجمی بودن متهم کردن، اما نقشه اونها توسط رهگذری که اطلاعات متفاوتی ارائه داد مختل شد. My wife saw him walking. And they weren't crazy aggressive, but she felt a little uncomfortable, so she just walked back home. Yeah, we let animal control know, but they're not being aggressive anymore, and they went that way. Well, don't look crazy aggressive, though. You know? Okay. اما به جای صبر کردن برای پاسخ یا تلاش برای ارتباط با سگ‌ها، تصمیم گرفتن که خودشون کار رو تموم کنن. In the canal. Well, that's smart. Any objections? So we're just gonna make sure that our backstop is I'm gonna go put him out of their misery. The first one was probably pretty quick. They started barking and everything. I'm like, holy smoke. Yeah, my body camera's on. اینجا می‌بینیم که یکی از سگ‌ها که به طور کامل نمرده همچنان در حال درد کشیدنه، ولی این افسر هم تصمیم میگیره که کار رو یکسره کنه.
you want me to call animal control and see if they'll come pick them up? Yeah. And then the third one's still out here somewhere. افسرها موفق شدن 2 تا از سگ‌ها رو بکشن و یکی هم فرار کرد. اونها از این وضعیت لذت بردن و اقدامات خودشون رو جشن گرفتن. اما بخش ترسناکتر هم اینه که سگ‌های مرده رو اونجا رها میکنن و انتظار دارن که سازمان کنترل حیوانات اول هفته بیاد و اونها رو جمع کنه. به طرز شگفت‌انگیزی افسرها هیچ پیامدی برای اعمال خودشون نداشتن. بدتر این که صاحب سگ‌ها به دادگاه احضار شد تا سگ سوم رو به عنوان سگی خطرناک معرفی کنه. در پرونده دیگه یک افسر پلیس از مرگ غم‌انگیز یک فرد بیگناه لذت میبره. ماجرا از این قراره که یک عابر بیگناه با ماشینی برخورد میکنه و از دنیا میره. این ماشین در منطقه‌ای که 25 مایل در ساعت سرعت مجاز بوده 74 مایل در ساعت رانندگی میکرده. یکی از افسران حاضر در صحنه دیو اوتر درباره این حادثه میگه I think she went up on the hood, hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. No, it's a regular person. Yeah, just write a check. $11,000. She was 26 anyway. افسر سریعاً دوربین بدنیش رو خاموش میکنه ولی به هر حال همه چیز ضبط شده. اقدامات این افسر مورد تحقیق قرار میگیره اما ادعا میکنه که شوخی کرده. در حالی که افسر اوتر ادعا میکنه که حرفش طعنه‌آمیز بوده ولی افسر بعدی همچین دفاعی نداشت چون که اعمالش عمدی و بیرحمانه بود. در 24 آگوست 2019 افسران به گزارش یک درگیری در خونه دوست دختر مایکل برایول یک جوان با مشکلات روانی پاسخ میدن. این فرد همونجا بازداشت میشه چون افسران بعد از تست هوشیاری میفهمن که اون مست بوده. اما وقتی مایکل رو به پاسگاه منتقل میکنن اتفاقی میفته که هیچ کس انتظارش رو نداشت. You mean Chad? Who's Chase? That's it? I understand it's more charges if you lie to me. Yes. If you're right, you don't go to jail. If you're wrong, I take you to jail. You ain't taking me to jail anyways. Actually, I got discretion if I want to release you to the custody of somebody that wants to come pick you up. Hi, Carlos officer. Just as I suspected, you are Michael, and your brother's name is Chase. A Class A misdemeanor for giving somebody else's information to a police officer. Where you go, bud? You can take it out if you want. So a lot of drunk people have peed on that floor. I'm not sure you want to lay there. Do you need medical attention? Yeah. What for? آتش نشانی فوراً احضار میشه و بعد از ارزیابی مشخص میشه که مشکل جدی نداره و احتمالاً داره تظاهر میکنه. I'm done playing these games. You stay in the chair. Okay, I heard that your heart hurts. You got checked out. Everything is fine. اوضاع بدتر میشه وقتی که مایکل شروع به تهدید کردن میکنه و میگه که یه اسلحه توی کفشش قایم کرده. این ادعا مقدمه‌ایه برای یک نتیجه ناخوشایند. Sit down. Sit down. Sit down on my shit. Here, sit down. Sit down on my shit. Okay. You don't want to fight with me. You definitely don't want to fight with this guy. Get my gun! He's got my gun! افسر به مایکل شلیک میکنه و اون رو میکشه. اما وحشتناکترین بخش این ماجرا این بود که به نظر میرسید افسر از این عملش لذت برده. You good? Yeah, I'm good. I'm good. We were just in on this guy. We were just in on him. He's done though. I don't know. What are we doing now? Suspect security. He thought he thought he was going to calm down? Yeah, he's like, yes. And I was like, Yeah. You're like, dude, down here. look, we just had fish and chips there. No, it was Rubio though. I know. I'm not just moment. Like, this only counts as one accident. Yeah. Did you see him come in? It was long. No, I'm saying what was wrong with him though, because he was hunched over there on the. He probably went to shock. Yeah, I know. I just need fish. You good? Yeah. It's crazy too how quick they start to lose their color. So in like an hour, you'll look. Yeah. We can play Battleship too. That's that. I'm super good. خانواده مایکل شکایت میکنن و نتیجهش یک تسویه حساب $300,000 بابت این حادثه میشه. با این حال هیچ کدوم از افسران با هیچ عواقب انضباطی روبرو نشدن.